سلام به همه عاشقای سرعت و لاکچری. امروز قراره بریم سراغ موتورهایی که فقط یه وسیله نقلیه نیستن، بلکه یه سبک زندگی هستن. موتورهایی که وقتی روشن میشن صداشون قلبو میلرزونه و وقتی قیمتشون رو میبینی چشات برق میزنه. آماده بریم سراغ لاکچری ترین موتور آمریکا؟ بزن بریم. اولین موتور هارلی داویدسون CVO لیمیتد، نماد کلاس و اصالت. موتور 1923 سی سی، امکانات لوکس مثل گرمکن دستگیره، سیستم صوتی بومبکس، قیمت حدود $45,000، مناسب سفرهای طولانی با نهایت راحتی. دومین موتور کنفدرت FA 13 کمبت بومبر، یه وحشی و آینده‌گرا. بدنه آلومینیومی، موتور 2163 سی سی، قیمت بالای $100,000. انگار از فیلم‌های علمی و تخیلی اومده. سومین موتور آرچ موتور سیکرت KPGT1، موتور شخصی کیانو ریوز که به برند تبدیل شد. سوپر لاکچری سفارشی سازی کامل، قیمت حدود $85,000. هر کدوم دستساز ساخته میشه. چهارمین موتور هارلی دیویدسون راگ کلید CVO، توینگ لاکچری پر از امکانات تکنولوژی، سیستم ناوبری، سیستم صوتی حرفه‌ای، قیمت $42,000. هم قدرت داره، هم راحتی، هم کلاس. پنجمین مورد آکوسی تیتانیوم سیریس FETI XX، یکی از گرونترین موتورهای آمریکا. بدنه تیتانیومی، موتور 2409 سی سی، فقط 13 دستگاه ساخته شده. قیمت بالای $300,000. ششمین مورد کارتین زئوس رادیال V8 برقی لاکچری، موتور الکتریکی لاکچری با طراحی فضایی، قدرت بالای 217 اسب بخار، قیمت حدود $75,000. آینده لاکچری موتورسواری آمریکاست. خب اگه تا حالا این مطالب برات جالب و مفید بود، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن تا بریم ادامه رو برات بگم. حالا نوبتی هم باشه، نوبت مقایسه و جذابیت هاست. مقایسه سرعت، طراحی، راحتی. مثلا هارلی برای کسایی که عاشق سفرن، ولی آکوسته برای کسایی که میخوان همه نگاهشون کنن. خب حالا رسیدیم به قسمت جذاب ماجرا. وقتی این قول‌ها رو کنار هم میذاریم یه چیز باحال در میاد. انگار هر کدوم یه شخصیت دارن. بیایید نبرد لاکچری راه بندازیم. مقایسه اول کلاسیکی آینده‌گرا. هارلی دیویدسون CVO، اصالت و راحتی و سفرهای طولانی. کنفدرت FAE 13، طراحی فضایی، انگار از آینده اومده. نتیجه یکی برای آدمای نوستالژیک، یکی برای آدمای خاص پسند و متفاوت. مقایسه دوم سرعت یا لوکس بودن. آرچ KRGT دستساز مخصوص کسایی که مثل کیانو ریوز که دنبال یه موتور شخصی و خاص هستن. آکوستی تیتانیوم FE، سرعت، قدرت و قیمت دیوونه کننده. نتیجه آرچ بیشتر برای کلاس و شخصیت، آکوسی برای پوز دادن و رکورد شکنی. مقایسه سوم راحتی سفر یا نمایش در خیابون. هارلی دیویدسون CVO بهترین انتخاب برای سفرهای جاده‌ایه با سیستم صوتی و امکانات لوکس. برقیش مثل کارتیکس زئوس بهترین انتخاب برای آینده‌گرایی و جلب توجه توی خیابوناست. نتیجه یکی مخصوص جاده، یکی مخصوص ویترین شهر. کدوم لاکچری تره؟ اگه دنبال اصالت تاریخچه باشی هارلی، اگه دنبال قدرت و سرعت مطلق باشی آکوسم، اگه دنبال برق انداختن توی جمع و خاص بودن باشی کنفدرت یا آرچ، اگه دنبال آینده و تکنولوژی باشی کارتیس زئور. واقعیت اینه که هیچ کدوم از این موتورها برای آدمای عادی ساخته نشدن. اینا بیشتر یه جواهر متحرک هستن تا وسیله نقلیه. انتخاب نهایی بستگی به شخصیت خود آدم داره. کلاسیک باشی یا آینده نگرا، عاشق سرعت باشی یا قدرت.